واقعا چجوری تو 4 ماه بدون کلاس زبان آیلتس 7 گرفتم، چی استفاده کردم، چه منابعی استفاده کردم، چجوری خوندم، چجوری تست زدم، همه رو تو این ویدیو میخوام براتون بگم. بیا با من ببین. سلام عشقای دلم، خیلی خوش اومدید به کانال کاکتوس. محمد هستم از کانادا. خیلی دوستتون دارم. بریم با هم دیگه اصلا سراغ اصل مطلب، چجوری 4 ماهه آیلتس 7 گرفتم. کاری که شما هم قطعا میتونید انجام بدین با این چیزایی که الان میخوام بهتون بگم. اینو در نظر بگیرین. حالا الان تو 3 تا قسمت براتون توضیح میدم. یک، در مورد منابع صحبت میکنم، چه منابعی کلا نیاز دارین. خب این دارم تون حرف میزنم، میخوام سریع برم سراغ اصل مطلب. میدونم که وقت ندارین، حوصله ندارین، بنابراین بریم اصل مطلب بگیم. پس قسمت اول منابع رو بهتون معرفی میکنم، چه منابعی نیاز دارین. بعد اینکه چه جوری باید بخونید، چه جوری تست بزنین، خب، و بعد چه جوری برای آزمون آماده بشین. برنامه کلی رو بهتون میگم تو این چند وقت باید چیکار بکنین. حالا قبل اینکه اینا رو شروع بکنیم 2 تا توضیح بدم حوصله سر نره. اینه که بچه‌ها قبل از اینکه بخواید شروع بکنین سطحتون باید به سطح آیلتس رسیده باشه. یهویی نمیشه رفت آیلتس خون. خب سطحت باید به اون سطح متوسط، نه اینکه خیلی تاپ باشی و فلان روان صحبت کنی، نه، به اون سطح متوسط آیلتس باید رسیده باشی. خب یعنی در حد 1 دقیقه بتونی صحبتی بکنی، 4 تا لغت بتونی استفاده بکنی، گرامر در حد آیم بلکبورد نباشه، بتونی 2 تا کلمه هم 2 تا فعل و اینا رو استفاده بکنی. نمیدونم I have done، نمیدونم I will go، یعنی هم آینده هم گذشته هم نمیدونم فعل، اینا رو بتونی استفاده بکنی. خب اگر اینطوری باشه حالا میتونیم بریم سراغ بحث آیلتس. اینجا 2 تا گیر داری، یا اینکه خیلی زود میره سراغ خوندن آیلتس یا خیلی دیر میره. خیلی ها هستن که کمالگران، که من اصلا اینطوری نیستم. بعضی کمالگران، خب حالا من الان مثلا تا نمیدونم الان چی میخونن، سامیت، مثلا تا سامیت 1 خوندم، نه من باید برسم به سطح C فلان، باید این کلاس زبان رو تا آخرش برم بعد برم. نه آقا، در این حدی که خوندی سطحت اوکی شد، حالا باید بری سراغ آیلتس. نه خیلی زود نه خیلی دیر، خودت متوجه میشی. چجوری متوجه میشی؟ میتونی یک آزمون بدی. مثلا جلوتر یه سری منابع تست معرفی میکنم، تست رو برداری، یکی از اون تست رو بزنی، ببینی سطح در چه حدی. نصف سوالات رو میتونی جواب بدی. لیسنینگ اون رو وقتی گوش میدی 50% رو متوجه میشی یا نه. اگر 50% اون رو متوجه شدی، یعنی کتاب تست بهت معرفی میکنم، 50% رو متوجه شدی، اوکی تمومه، برو سراغ این که برای آیلتس بخونی. خب پس شق القمر لازم نیست بکنی که خیلی لغت بلد باشی، خیلی گرامر بلد باشی. نه، گرامر در حد دبیرستان اوکیه و لغت هم یه لغت در حد متوسط. خب پس اینو نکته رو در نظر بگیرین که به موقع برین سراغ خوندن آیلتس. نکته دوم، برنامه‌ریزی. چجوری برنامه‌ریزی کنم؟ توی برنامه‌ریزی اولین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنی اینه که چقدر وقت داری. من میخوام برای کانادا اقدام بکنم، تحصیلی کلا 5 ماه بیشتر وقت ندارم. من میخوام کاری برای استرالیا اقدام کنم، کلا مثلا 6 ماه وقت دارم. پس با توجه به وقتتون برنامه ریزی میکنید و میرین جلو. نتیجه گرا باشین تو گرفتن آیلتس. خب همینطوری بریم ببینیم چی، نه، نتیجه گرا باشین. بگین من توی 6 ماه بعد آیلتس 7 بگیرم، تموم شد رفت. پس نتیجه رو مشخص کنید و زمانش هم مشخص بکنید. حتما این به چه دردی میخوره؟ بعضی میگن آقا بریم مثلا فیلم دیدن خیلی به ما کمک میکنه. حالا جلوترم توضیح میدم تو منابع. فیلم دیدن به درد آیلتس تو نمیخوره که. خب آهنگ گوش دادن به درد آیلتس تو نمیخوره. تو کلا مثلا 6 ماه وقت داری آیلتس بگیری، فیلم دیدن داری وقتتو تلف میکنه. خب خیلی مستقیم باید بری سراغ این که آیلتس رو امتحان بدی. قضیهش با زبان خوندن فرق میکنه. شما آیلتس 7 داری اومدی کانادا، باز توی ارتباط برقرار کردن با بقیه به مشکل برمیخوری. 20%، 30%، 50% چیزایی که میگن متوجه نمیشی. خب ولی نمیتونی صبر بکنی. دانشگاه داره بهت میگه آیلتس 7 تو بده، آیلتس 6 تو بده. نمیتونی صبر بکنی که حالا من زبانم خیلی خوب بشه در حد مثلا کانادایی بتونم صحبت بکنم. پس 2 تا قضیه کاملا متفاوته، گرفتن آیلتس با زبان خوندن که بتونی توی حالا توی اجتماع، جامعه، توی خارج از کشور بتونی
راحت صحبت بکنید و راحت همه چیز رو متوجه بشید، قضیهش فرق میکنه. شما اول مدرک رو بگیرین، بعد شروع بکنید زبانی که مختص حالا اومدن اینجا اون رو شروع بکنید خوندن. پس دو تا چیز متفاوت رو در نظر داشته باشید. بریم سراغ مطلب اصلی که منابع هست. چه منابعی بخونم؟ بچه با توجه به اینکه تو چه سطحی هستین منابع میتونه متفاوت باشه، اما مهمترین منابعی که میتونید استفاده بکنید الان بهتون میگم. اولیش لول بندی کردم. خب 3 تا لول براتون گذاشتم توی منابع. خیلی مهمه بچه‌ها، شما منابعی که بهتون میگم همینا رو بخونید کافیه. تعداد زیاد کتاب خوندن هیچ کمکی بهت نمیکنه، فقط وقت تو هدر میدی و فقط سردرگم میشی. 4 تا کتاب برای رایتینگ، 5 تا کتاب برای لیسنینگ، نه، برای هر کدومش یه سری چیز مشخص بخونی تمومه. اینایی که بهتون معرفی میکنم هم تجربه خودمه، هم تجربه تمام کسایی که حالا هم براشون پذیرش گرفتیم و همین که توی کلاس زبان و اینا در تماس بودیم باهاشون. حالا چی هست منابع؟ لول 1 باید چیا رو بخونیم؟ کتاب Vocabulary for IELTS، کتاب کمبریج، عکس اینا هم براتون همه رو میذارم. اولیش اینه، مهمترین کتاب برای لغت آیلتس همینه، Vocabulary for IELTS کمبریج. 2 Grammar for IELTS. خب اینو دقت بکنید، گرامر اونقدر رو گرامر خیلی زیادی لازم نیست یاد بگیرید. در حد گرامر دبیرستان کفایت میکنه برای یک آیلتس 7 که شما نیاز دارین. آیلتس 9 بخواید بگیرین فرق میکنه، هیچکی لازم نیست آیلتس 9 بگیره، وقتت فقط تلف میشه. آیلتس 7 میخوای بگیرید در حد گرامر دبیرستان خوبه. همین کتاب گرامر فور آیلتس بهت کمک میکنه، اما تا یه بخش خاصیش حالا میری جلوتر متوجه میشی. تقریبا فعلا رو یاد بگیری، آینده، گذشته، نمیدونم ماضی بعید و نقلی و I had done، I have done، I will مثلا go، I will have gone، یعنی یه سری 5-6 تا فعل اینا رو یاد بگیری، خب بحث تمومه. با یه سری چیز اولیه رو بعد دیگه بلد باشی، خب چیز اولیه رو بعد بلد باشی، اما اینا رو کلیت گرامر رو بلد باشی کافیه. لازم نیست گرامر خیلی خاص یاد بگیری. بنابراین تو هولوش وسط این کتاب گرامر فور آیلتس بس، لازم نیست که ادامهش رو بخونی. خب حالا اگر وقت دارین بخونید، ولی کلا تا وسطاش کافیه. ولی کتاب وکبر رو تا ته کامل و درست باید بخونید. کتاب سوم Tactics for Listening، 3 تا کتاب 3 تا لول مختلف داره. معمولا کتاب اینترمدیت، کتاب قرمز رنگه، از اون شروع بکنید اگر زبانتون در حد متوسطه. پس اینو در نظر بگیرین. 3 تا کتاب بهتون معرفی کردم. بهترین منابعیه که میتونید بر خودتون آماده بکنید برای اینکه برین شروع بکنید آیلتس خوندن. پس سعی بکنید اینا رو با توجه به وقتی که دارین، یه موقع هست توی 2 ماه باید کل این کتاب رو بخونین، یه موقع هست 4 ماه وقت دارین، یه موقع 6 ماه وقت دارین که تو همون قسمت برنامه‌ریزی گفتم. خب چقدر وقت دارین تا مدرک زبانتون رو بگیرین، ببینید چقدر وقت دارین، با توجه به همون شروع کنید این کتابا رو برنامه‌ریزی کردن. مثلا کتاب به فرض مثال وکب فور آیلتس 21 درسه، 30 درسه. من 2 ماه وقت دارم. ببینید توی این 60 روز، توی این 2 ماه باید هر روز چند تا درس بخونم. هر روز مثلا باید نصف درس رو تموم بکنم. پس این کار رو انجام بدین. اوکی؟ پس با توجه به وقتی که دارین میایین این 3 تا کتابی که بهتون گفتم، بچه‌ها مهمترین کتاباییه که برای آمادگی آیلتس نیازه. حتی دارین کلاس زبان میرین، این 3 تا کتابو کنارش باید بخونین. باید. خب این 3 تا کتاب. این کتابا که تموم شد، خب یا در حین اینکه دارین کتاب رو میخونین، اگر زبانتون خوبه، اگر خوب نیست باید این 3 تا کتاب تموم بشه. اگر زبانتون در حد متوسط و متوسط به بالاست، در کنار اینکه این کتاب رو میخونین میریم سراغ لول 2. چه منابعی تو لول 2 نیازه؟ کتابایی که شما رو برای تست آیلتس آماده بکنه. کتابای قبلی اون قرار با تست آشناتون نمیکرد. این کتابی که الان بهتون میگم شما رو با نحوه تست زدن آشنا میکنه. مهمترین بخش چون باید آشنا بشین که چجوری آیلتس رو باید امتحان بدین. خب
به خاطر همین مثل اینکه مثلا شما کنکور رو مثال میزنم، خیلیاتون کنکور رو دادین، خیلیاتون هم بعد کنکور رو بدین. شما امتحان تشریحی داریم، امتحان تستی داریم. تستی کنکور تشریحیه زیاد به کنکور کمک نمیکنه. به این خاطر بود که مثلا ما سال آخر، سال پیش دانشگاهی اونقدر اصلا تشریح نمیخوندیم، فقط میرفتیم یه امتحان میذاریم میومدیم، بیشتر رو بحث تست کار میکردیم. پس رو در نظر بگیریم، خوندن نحوه چجوری تست دادن آیلتس از همه مهمتره. حالا چه کتابای چه منابع اینجا نیازه؟ خیلی دارم حرف میزنم، خدا کنه ویدیو طولانی نشه. اینجا چی مهمه؟ چه منابعی نیاز داریم؟ خب این منابع چی هستن؟ برای حالا همه اسکیلا ما اسکیل رایتینگ داریم، ریدینگ داریم، اسپیکینگ داریم و لیسنینگ داریم. 4 تا اسکیل داریم. برای این 4 تا اسکیل هر کدوم کتابای متناسبش هست. حالا کتاب چیه؟ کتاب Improve Your Skills. عکسش هم براتون میذارم. Improve Your Skills برای رایتینگ داریم، Improve Your Skills برای ریدینگ داریم، Improve Your Skills برای لیسنینگ و اسپیکینگ تو یک کتاب داریم. پس 3 تا کتابه. بخش بندی هم داره. خب شما کتاب 6 تا 7 و نیمش رو بگیرین. خب سطح 6 تا 7 و نیمش. اگر اینو تموم کردین برین سراغ کتابای بعدی، هم مشکلی نداره. پس سطحی که نیاز دارین اینه. اوکی، حالا من سطح رو شاید نمیدونم اشتباه بگم، ولی سطح وسطش رو بگیرین. 6 تا 7 و نیم فکر می‌کنم اونو بگیرین. اگر خوندین خیلی اوکی بود میرین سطح بالاتر. پس این 3 تا کتاب نحوه آشنایی با تست زدن آیلتس رو براتون میبنده، قشنگ میبنده و میتونم من خودم مثلا هر کدوم رو تو 10 روز تموم کردم، خیلی طول نمیکشه. این از این. و یک کتاب هم هست، حالا من اینجا نوشتم کمبریج گاید تو آیلتس. خب کتاب خود کمبریجه، عکسش هم باز براتون میذارم. این کتاب هم کتاب خوبیه. خب یعنی توضیحات کلی با نحوه تست زدن و چجوری تست زدن رو براتون گذاشته. این لول 2 بود. این کتابا رو برای لول 2 باید بخونید که چجوری آشنا بشیم با نحوه تست زدن آیلتس. یه نکته اینجا بگم و بریم سراغ اینکه چجوری بخونیم به قسمت آخر. بچه‌ها این کتابا رو الان بهتون معرفی کردم. خب میگم که حالا من خودم کلاس زبان خیلی محدود رفتم خب نگم نرفتم، ولی به هیچ دردیم نخورد، به هیچ درد، فقط پول رو ریختم تو چاه. به این خاطر اصلا کلاس زبان برای مثلا برای اسپیکینگ برین کلاس خیلی بهتره. رایتینگ و اسپیکینگ خوبه که کلاس برین، لیسنینگ و ریدینگ اصلا هیچ کمکی بهتون نمیکنه. حالا یه دونه ویدیو هم دوباره براتون میذارم که چجوری تست بزنین، یعنی نحوه مثلا تست دادن لیسنینگ، ریدینگ اینا چجوریه. چند تا نکته داره، ولی کلا برای لیسنینگ و ریدینگ کلا شما نیم ساعت تا 1 ساعت آموزش نیاز دارین. یه اسکن و اسکیمو باید یاد بگیرین که توی ریدینگ چجوری کیورد پیدا کردن رو باید یاد بگیرین. لیسنینگ هم که اصلا واقعا هیچی نداره، فقط همون کیورد پیدا کردنه. بنابراین چند تا نکته در حد نیم ساعت 1 ساعت من بهتون آموزش بدم ریدینگ و لیسنینگو، نیازی به کلاس دوم برای این دوتا نداریم. ولی رایتینگ و اسپیکینگ خوبه که کلاس برین. ولی با این کتابی که بهتون گفتم بحث رایتینگو که مطمئنم جمع میشه قشنگ، اسپیکینگو حالا چون یه نفر باتون صحبت بکنه خیلی بهتره، ازتون سوال بپرسه و اینا، اون مثلا یه کلاس برین خوبه. ولی در کل خودتون راحت میتونید بخونید. گفتم یه ویدیو دوباره میذارم که اینا رو بهتون توضیح میدم چون خیلی داره طولانی میشه. خب این از این. یه لول 3 هم داریم. لول 3 تو الان داریم منابع رو معرفی میکنیم. یه لول 1 بهتون معرفی کردم، یه لول 2 چگونه تست دادن رو بهتون معرفی کردم. تو لول 3 خود تست، یعنی منابع تست ما چیه. مهمترین منابع تست برای شما کتابای خود کمبریجه. یه کتابای بنفش مشکی که باز عکسش براتون میذارم، همین کتاباست. از 4 رو بگیرین تا الان 16 اینا فکر کنم اومده. خب از 4 تا 16 رو بگیرین، شروع بکنید از اول، از همون 4 شروع بکنید تست زدن. اوکی؟ پس منابع تست همین کتابای کمبریجه. هر کدوم هم 4 تا تست داره، هر کتاب 4 تا تست کامل آیلتس داره. حالا یه بخشی هم یه سری کتابای دیگه است. اگر اینا همه رو زدین خیلی خفن بودین و خیلی وقت گذاشتین، 2 تا کتاب هست برای لیسنینگ و برای ریدینگ، چون اینا خیلی تست میزنین شما. 2 تا کتاب هست که کتابای مثلا فکر کنم 101 تست لیسنینگ یا 101 تست ریدینگ، کتابای زرد رنگه. اونو میتونید بگیرید اونا رو بزنید. اونا هم تستای غیر استاندارد زیاد دارن. تقریبا باید از وسطاش شروع بکنید تستا رو زدن. اگر کتاب کمبریج رو بزنیم، خب کتاب کمبریج تستاش استاندارده، شبیه آیلتسه. این اواخر مثلا 12 13 14 15 16 که خیلی دیگه شبیه.
ولی از 4 شروع کنید زدن. اینا استاندارده. حالا اون دو تا کتاب زرد رو بگیرین متوجه میشین که خیلیش غیر استاندارده، باید تقریبا از وسطاش شروع بکنید که من زیاد پیشنهاد نمیکنم. همون کتاب کمبریج رو بتونید همش رو بزنین تقریبا کفایت میکنه. بریم سراغ قسمت آخر. خب قسمت آخر رو میخوام براتون توضیح بدم که اصل کار این که چجوری اصلا بخونم، چجوری تست بزنم. خب مهمترین قسمته. امیدوارم که خسته نشده باشی تا اینجا ویدیو رو که دیدی. اگر دیدی دوست داشتی لایک رو حتما بکن، خب و کامنت هم حتما بذار که دوست داشتی، نداشتی، انتقادی، پیشنهادی یا سوالی در مورد آیلتس. حالا تافل هم هست چون من تافل هم تخصص دارم. آیلتس و تافل هر کدوم سوالی داشتی اونو بپرس. و بریم سراغ اصل مطلب، خیلی طولانی میشه. چجوری باید بخونم؟ چجوری برای آیلتس باید بخونم؟ مهمترین قسمت خوندن آیلتس تست زدنه بچه‌ها. چون من کارم مشاوره اپلای مهاجرته، با خیلی بیشتر از 1000 نفر صحبت کردم خب در مورد همین بحث زبان و اینا. مهمترین مشکلی که اینا دارن تست نزدنه یا تست بد زدنه. خب خیلی مهمه این که تست نمیذارم، بهش میگم آقا شما داری آیلتس میخونی؟ آره من 5 ماه دارم میخونم، معلم خصوصی دارم، کلاس زبان دارم میرم، کلاس آیلتس دارم میرم. ولی میگم آقا تست زدی؟ نه هنوز. استاد 2 تا تست به ما میده سر کلاس میزنیم، مثلا با هم دیگه چک میکنیم، بررسی میکنیم. اون تست به درد عمه همون استاد میخوره قشنگ. خب بنابراین به هیچ درد تو نمیخوره، هیچ کمکی بهت نمیکنه. اوکی؟ پس بچه‌ها تست باید بزنین. حالا بریم ببینیم که تست چجوری باید بزنم. خب 3 تا قضیه خیلی مهم تو تست زدن هست. یکی وقت، باید وقت بگیری. شما اگر یه پسیج ریدینگ آیلتس رو داری میزنی که هر کدومش 20 دقیقه است و کلا 60 دقیقه، خب باید 20 دقیقه برای هر کدوم از پسیجا وقت بگیری و شروع بکنی تست زدن. بدون وقت اصلا حتی یک دونه تست بدون وقت نزنید. از همون اول کار وقت بگیرید، از همون اول کار که شروع می‌کنید تست زدن. پس اینی که وقت بگیری مهمترین چیزه. 2 فیدبک گرفتن. یعنی چی؟ من شروع کردم، من مثلا کمبریج 8 رو باز کردم، شروع کردم تست زدن. خب حالا جلوتر بهتون میگم که چجوری برنامه بریزیم برای تست زدن. شروع میکنم مثلا الان پسیج مثلا یک ریدینگ رو شروع کردم، وقت گرفتم 20 دقیقه، شروع کردم تست زدن. به سر 20 دقیقه رفتم، آلارمم شروع کرد زنگ زدن، استاپ میکنم. خب یه خط میکشم بدونم تا کجا رو تست زدم. حالا شروع میکنم بقیه تست رو زدن، نه اینکه بی خیالش بشم، شروع میکنم بقیه تست رو زدن. پس تا اون زمانی که نیازه مثلا 20 دقیقه شروع میکنم، سر 20 دقیقه خط میکشم بدونم تا کجا الان سر 20 دقیقه تست زدم و بعد ادامه میدم تا تموم بشه تستم. خب حالا کاری که اینجا الان انجام میدی فیدبکه. فیدبک یعنی چی؟ من میام اول ببینم که از این مثلا 13 تا تست ریدینگ من چند تاشو زدم و کلا از 40 تا تست ریدینگ توی یه دونه تست آیلتس من چند تاشو درست زدم و نمره من از 9 آیلتس چند میشه. من 7 شدم، 6.5 شدم، 5 شدم. هر تستی که میزنین نمرتون رو باید بدونین و بالای تست بنویسین 8 از 10 تا تست. این برای لیسنینگه. مثلا توی ریدینگ مثلا 10 از 13، 5 از 14. چند تا تست زدین؟ خب چند تا درست زدین؟ و در نهایت برای کل این تست آیلتس من نمره ریدینگم چنده؟ 6 7 چنده؟ پس این فیدبک مهمه، بالای صفحه نمرتون رو بنویسین برای هر تست. و بخش سوم تو تست زدن اصلاحه. یعنی چی؟ شما تو تست زدن قلق گیری میکنین. من استادم به من میگه که برای تست ریدینگ شما بهتر اول خط اول هر پاراگراف رو بخونی و بعد بری سراغ تستا و زیر کیوردها خط بکشی بیای پیدا بکنی. خب من میگم نه آقا، من 200 تا تست ریدینگ زدم، قلقم این نیست. من بهتر اول برم توی ریدینگ سوالا رو ببینم، کیورد رو پیدا کنم، بعد بیام این کار رو انجام بدم. من قلقم اینه اول ترو فالسا رو بزنم و بعد برم سراغ بقیه تستای ریدینگ.
من قلقم اینه تو لیسینگ دارم تست میزنم، از اون 15 ثانیه وقتی که بهم میده استفاده بکنم زیر کیوردها رو خط بکشم. این قلقیه که تو تست زدن بهت اضافه میشه. این توانایی رو پیدا میکنی من چه جوری تست میزنم، چی برای من بهتره. پس رو در نظر بگیرین. پس تست زدن 3 تا قسمت شد. 1 وقت بگیر تست بزن، 2 فیدبک بگیر نمرت بدونی چنده و چه جوری باید تست بزنی، و 3 اصلاح کن ببین تست قبلی چه قلقی به دست آوردی، چه جوری تست بزنی بهتره و اونو توی بخش اصلاح استفاده کن. همینطوری تست بزن برو جلو، مطمئن باش نمره خیلی خوبی میاری. خب بریم با هم دیگه تموم بکنیم قضیه رو. در حد 1 دقیقه برنامه‌ریزی هم اینجا بهت بگم چجوری برنامه‌ریزی بکنیم. پس قرار شد که اون 3 تا کتابی که بهت گفتم، کمبریجا، وکب فور آیلتس، گرامر فور آیلتس و تاکتیکس رو تو قسمت اول بخونی، همزمان شروع بکنی کتابایی که برای نحوه تست زدنه بخونی. چیا هستن؟ کتاب Improve Your Skills و کتابی که خود کمبریج داره، کمبریج گاید هست فور آیلتس، اونو شروع بکنی خوندن همزمان با اینکه اون 3 تا کتابو دارین میخونید. به یه جای رسیدین که نحوه تست زدن رو یاد گرفتین، اون کتابایی که نحوه تست رو به یاد داده اونو سریع تموم کنه، در حد 2-3 هفته بعد اونها رو تموم کنی. خب نحوه تست زدن اونو تموم کردی، حالا میریم سراغ تست زدن. اون لول 1 رو تا آخر ادامه بدین. اون کتابایی که بهت گفتم، وکب و گرامر و تاکتیکس رو تا آخر ادامه بدین، تا آخری که بخوای امتحان زبان بدیم. حالا زمانبندی تستام چجوری باشه؟ اولا 3 تا 4 تا کتاب آخر کمبریج رو بذار برای تقریبا 1 ماه مونده به آیلتس و هر روز مونده به آزمون آیلتس و هر روز بشین دقیقا مثل تست آیلتس بشین یه تست کامل رو بزن، لیسنینگ رو بزن، بعد برو سراغ لیسنینگ بود اول، بعد میریم سراغ قسمت ریدینگ رو میزنی، بعد رایتینگ و اسپیکینگ رو که خودت صدای خودت رو ضبط میکنی. پس میشینی پشت سر هم 2 ساعت 2 ساعت و 15 دقیقه کل این تست رو میزنی، تموم میکنی، میره دنبال کارش. پس دقیقا مثل آیلتس. پس 1 ماه آخر هر روز یه تست کامل آیلتس رو باید بزنی. قبلش هم هر روز یه تست رو بزن، ولی نه دیگه مثل حالا آیلتس میتونی مثلا ریدینگ رو جدا بزنی، بشینی 60 دقیقه وقت بگیری ریدینگ رو بزنی، فیدبک بگیری، اصلاحاتت رو انجام بدی، بری استراحت بکنی، بیای دوباره لیسنینگ رو گوش بدی. قبل از 1 ماه آزمونت میتونی این کارا رو انجام بدی، به این صورت تست بزنی. خیلی دوستتون دارم. سوالی اگر دارین پایین همین ویدیو بپرسین. خیلی فکر می‌کنم طولانی شد. خیلی دوستتون دارم. می‌خواستم کامل بهتون توضیح بدم. خیلی برام مهمین و تو قسمت این کلاً کانال کاکتوس برای بحث مهاجرتی هست، ولی خب زبانم یه قسمت خیلی مهمی از بحث مهاجرته. خیلی دوستتون دارم. تو ویدیو بعدی بیشتر در مورد بحث مهاجرت صحبت میکنیم. سوالی هم دارین حتما پایین همین ویدیو بپرسین. لایک هم یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.